و موضوع دیگر، مقامات لهستان یعنی پولشا یک پناهجوی دیگری تاجیک را از این کشور به تاجیکستان اخراج کردند. نزدیکان فروخ اکرامی 35 ساله طرز دارند که او را در تاجیکستان شکنجه و به سالهای طولانی زندان میکنند. ضمناً سازمان دیدبان حقوق بشر هیومن رایتس واچ از کشورهای اروپایی و ترکیه خواسته است که پناهجویان تاجیک را به تاجیکستان نفرستند. همکارم میرزانبی خالقزاد این موضوع را پیگیری کرده است. میرزانبی، نخست درباره فروخ اکراموف معلومات دهید که او کی بود، کی پناهجو شد و کی او را به تاجیکستان اخراج کردند. سلام بینندگان عزیز. بله مومین، فروخ اکراموف همراه با همسر و دو فرزند نابالغش سال 2016 از تاجیکستان فرار کرده در لهستان یعنی پولشا پناهندگی سیاسی خواسته بوده است. این کشور به او پناهندگی نداده است. وکیل مدافع فروخ اکراموف روز 15 اپریل و عبدالستار بابایف رئیس سازمان جمعیت کمیته شهروندی نجات گروگانان در لهستان گفته است که او را به تاجیکستان فرستادند. به قول نزدیکانش اثنای زندگی در تاجیکستان فروخ اکراموف فعالیت سیاسی نداشته است، ولی همسرش عضو حزب نهضت اسلامی بوده است. پس از بسته شدن این حزب در تاجیکستان از ترس تعقیب نشدن سال 2016 همراه با همسر و دو فرزندش به لهستان فرار کرده بوده است. عبدالستار بابایف میگوید که خف شکنجه و به سالهای طولانی زندان شدن فروخ اکراموف در تاجیکستان وجود دارد. قضیه فروخ و دیگر قضیه هایی که دیگر چند روز قبل ما شاهد بودیم که یکی از اعضای گروه 24 بیلال قرباناری از آلمان دیپورت شد، 10 سال روانه زندان شد و قبلا عبدالله شمس‌الدین هم از کشور آلمان روانه تاجیکستان شد، استرداد شد و به مدت 7 سال روانه زندان شده بود. و این بار اول نیست که پناهجویان تاجیک از کشورهای اروپایی اخراج می شوند و اکثر آنها بازداشت و زندانی شدند. میرزانبی، دقیقاً امروز سازمان دیدبان حقوق بشر یا هیومن رایتس واچ از ترکیه و دولت‌های عضو اتحاد اروپا خواسته است مخالفان حکومت تاجیکستان را که در قلمرو این کشورها پناهنده هستند بعد دوشنبه نسپارند. در این باره چی تفصیلات دسترس نموده؟ بله درست است. روز 16 اپریل در صحبت با رادیو آزادی نماینده سازمان هیومن رایتس واچ گفت تاجیکستان باید فوراً به شکار 10 ساله‌های منتقدانش در خارجه بخصوص شخصان وابسته به گروه 24 و سازمان‌های دیگری ممنوع خاتمه دهد. او گفته است که اتحاد اروپا و ترکیه باید فعالان مخالفان را حمایت کنند و از پس فرستادن آنها به تاجیکستان خودداری ورزند چون آنجا شکنجه می‌شوند. و دیدبان حقوق بشر یعنی هیومن رایتس واچ در این گزارش از قضیه ناپدید شوی سهراب ظفر و نسیم جان شریفوف در ترکیه و بازداشت سلیمان دولتوف در لیتوا در 2 ماه اخیر یادآور شده است. هر سه آنها اعضای حاضر و سابق گروه 24 هستند. سهراب ظفر رهبر جنبش مخالف حکومت ماه مارس همین سال در استانبول ناپدید شد. از آن پیش در ماه فوریه نسیم جان شریفوف عضو گروه 24 در استانبول به طور مرموز بی‌درک گردیده است. حکومت لیتوا سلیمان دولتوف را تهدید به امنیت این کشور عنوان داده است. این از خبر. تشکر میرزانبی.